الان رسیدم به این مادر جنده، رسیدم بالاخره. خدای من چی بگم دیگه، به این مادر جنده بالاخره رسیدم. بعد 1 ماه تلاش فقط باید فوش خوار مادر بدیم به این بسکش. ریدن تو بازی، ریدن تو هرچی بازی. چی بگم، چی باید بگم دیگه. فقط ریدن تو بازی، ریدن، فقط ریدن تو بازی. نمیدونم چی باید بگم. نگاه کن نوشته من 15 تا رفته بالا. ای خاک تون سرت کنم، خاک تون سرت کنم، حرومی حروم زاده. یعنی من نرسیدم هنوزم. نگاه کن رسیدم. ای حروم خارد گاییدم، خارد گاییدم. فقط میتونم بگم خارد گاییدم. 2 ماه همین 13,700 گیر کرده بودم. هی میرفتم 800 900 دوباره میومدم 700 دوباره 800 900 دوباره 700. یه بارم رسیدم 13,970 دوباره کسکش بازی در میورد. دوباره نمیزش آخری رو بزنم. وا خدا. حالا گذاشتن این چوب بگم لعنت به این جایزشم نخواستم بره کس ننه جایزش. میخوام چیکار کنم؟ احمق. چیز خوبی داد. اینو میتونم 16 کنم. ترکیبی که داشتم این بود. خدای من چقدر سخت بود. یعنی تا 1700 رو با این ترکیب اومدم. فکر کنم با این بود یا این بود. فکر کنم این بود. یعنی همچین حالتی بود. بعد که رسیدم اونجا دیگه نمیشد ببری. فهمیدم باید رد بازی کنم. چون رد باید بزنه این یارو بکشه. نمیدونم 2 تا میذارن جلو گله میزنن جلو خوار مادر گله میزنن. بعد دیدم چرا 13 است، بخاطر اینکه لیول های پایین تر مثلا حریف های آسون تر بیاد. لیول پایین تر که نمیاد، همشون 16. نگاه کن ببینم حکم زاده چیه. اینجا نوشته که 16. آره دیگه همشون 16 است. حالا ببین چند تا بردم. 1 2 3 4 5. یعنی منظورش اینه 5 تا ببر بدون باخت. 5 تا ببر. اینا که میان اینجا بازی میکنن اینا بالونن. مثلا معلوم نیست با چی باید بزنید بالونو. میگن رد رو بزنید رو بالون میمیره. خب ولی اصلا کلا ترکیب یارو رو نگاه کن. اصلا مسخره ترین ترکیب دنیاست. رو هوا داره پرواز میکنه به چیزش. این یکی هم خب من رد رو بزنم روی این زنه یا رد رو بزنم روی این بالونه. نمیشه که رو 2 تاشم بزنم. رو زنه باید بزنم دیگه. صداشم چقدر زیاده. پیکار بردم 2 تا باختم. حالا بازی آخریه زیاد سخت نبود. بهم فشار نیومد. نه عوضی 14,000 بود. خب میتونست بازی نکنه ولی از قصد بازی کرد. میخواست دهن منو مثلا یه خونه منو زد بکرد الان دیگه میتف کنه منو. بیا برو جمع کن بابا. من چجوری شما اومدید پول دادید همتون پی تو وینید حرومزاده. حالا ما هم پول دادیم ولی الان دیگه پول نمیدیم. اینجا وقتی با این بازی کردم خب اینترنت من توی آلمان قطع شد. باورت میشه توی آلمان اینترنت قطع بشه. به طرف تو کدوم خراب شده است که اسلواکی طرف اسلواکی اینترنتش قطع نمیشه. من قطع میشه. اینه که وقتی میزنه بعدش باید البر بندازه دیگه. حمله نکنی بهتره. دیگه مرده دیگه. گلم جلوش بندازه که چی. اصلا گلم همیشه باید پایین باشه. ولی چون این کمان ایکس داره منم نمیدونستم کمان ایکس داره. من از کجا بدونم پایین باشه. همینجا اینترنتم قطع شد. خداحافظ.
شانس آوردم اونو کاشتم. بعد دوباره وارد شدم تا بیام یک گزینه‌ای داره، دوباره وارد شدم سری قد میشه یه وای نمیشه. حالا این انداختم، این یه خورده زد. این روح شفا بخش خیلی کمک میکنه. روح شفا بخش باعث میشه که اون سه اسکلت رو سری بزنه. هیچی دیگه. اون دوتا دختره رو از هم باید بیخیال میشه. فشفشه رو کاشتم که اونو بزنه، اون فشفشه رو هم میزنه. ببین این دیگه چه ایوونه. قوی ترین کارتاش کارتا رو آوردن. یکی رده، یعنی رد نباشه چون نمیتونی اصلا اینا رو ببری. خونه همیشه 400 تا میمونه، 300 200 تا میمونه، 80 تا میمونه. باید رد بزن، با رد بزن. اینا انداختم که دیگه نتون کامانکس بنویسه، ولی بازم کامانکس کاشته از اون سمت باشه که بتونه حمله کنه. دوباره مینی پکا انداختم، مینی پکا که بتونه اونو بزن. خوبه میزنه داشت 6 تا دستش راحت میشه. ولی اینا خیلی زدن. اینو نگاه نکنید آسونه ها، اینو خیلی هم سخته. درم اشتباه کرد، من تونستم ببرمش، همینجا اشتباه کرد. بزن یکی نگاه کن، 500 تا هم نزن. من بوش خودم گفتم زده دیگه، تمام شد. ارتش بزن، هر بار نداره، هر بار پیدا کن. اینو خیلی خوب زدم. و احساسش خوب شده که من رد دارم، چون همه جور حساب کرده بود که من رد ندارم. نمیزدم این 13 ثانیه 20 ثانیه مونده بود. خب نمیزدم باخته بودم. میومد سراغت میکرد، اینقدر آتیش برد میکرد. خوب کاری کردن زدمش دیگه رفت دیگه. وقتی اینو زدم تو دوتای بعدی آسون تر اومد. نگاه اینا منظورشون همینه، 5 بار باید ببری، 5 بار بدون باخت. بذار قوی ترین رو نشونت بدم. اینا هیچ کدومشون با میتونه اینا هم مشخص، این معلومه قویه. این ویکتور معلومه قویه. ویکتور خیلی قوی بود. نمیدونم هرچی داشت دیگه، هرچی که فکرش میکنی رفته آورده با خودش. اینا گوارد من مینی پکا با مینی پکا دفاع کردم. اونم میزنه، درسته کتک میخوره ولی میزنه خودش دیگه، نیازیست به خاطرش بشه بکاری. اینجا رد خوب زدم بهش، ولی بازم جمعش کرد. نذاشتن خشم رو زن. هیچ وقت ندوستم خشم رو سریع بندازم. این بار خشم کنده، دیلی داره وقتی پرد میکنه. اگه میتونستم خشم رو بندازم خونه شد زده بودم. با ارتش اسکلت دفاع میکنم. همیشه اول بازی هم باید صبر کنه تا اون بندازه. اون انداخت شما از مخالف حمله میکنی، میزنی میده. البته بستگی به کارتش هم داره مخالف. مثلا اگه یه کارت مثلا باشه که حریف میتونی بزنیش بکارش. مثلا اینجا نگاه فاجعه رو نگاه. فقط شانس آوردم که به خونه نمیزد. والگری به خونه میزد میتره. خوب پش به جر زد دیگه، چیزی پشتش ننداختم، چون هرچی پشتش مینداختم اون پش بشه میزد. بگاهش قوی نشد. اینجا داشتم حدس میزدم، گفتم اگر رد بزنم بهتره یا زنه رو بندازم، ولی زنه رو انداختم، گفتم برای رد آماده میشم دیگه. نه نگاه کن. ای خدا اینجا چه اشتباهی کردم. اینجا وایسادم
میری بکا نظر بمیره. آها الان این روش پاواش دوتاشونو پر کرد. نگاه کن وای چجوری نجاتش دادن پشوشه رو. برو بزنم نتونست. 270 خدای من 270 یعنی با یه هوگ رایدر میتونه جمعش کنه. رایده بزن. نمیدونم آوانس امداد چی شد. یادش رفت فقط رفت دفاع کنه. یا که فشوشه رو نگاه از اون زاویه چقدر خوب میزنه. شانس آوردم دیگه یادش اومد اینجا 270 دیگه دیره دیگه زودتر باید میداختی. باید ویل میکرد دیوار رو باید هم اینجا نجات پیدا کردم. کمان اینکسم زدم. بعد دوتای آخری ای خدا اینا چیه باید آنتی یعنی چی؟ الان من یه دکمه بزنم این نمیه من اینجا بایستم چرا اونا میره. اینم که پدر سگ بود میکنم 2-1 برده شانه 300 شده هفت خدا. ببین اون یکی مونده بود تا ببره. گفتم حواسم بهت هست. اینو فهمیدم باید برم جلوش با این زنه میتونم برم جلوش چون خیلی خونه رو میزنه. خیلی میزنه خونه رو. نرو هر کاری میکنم بکشمش نمیرونه. خشمم کج انداختم خدای من. بریم جلو بزن آره بزن بهترین کار اینجور نیاد بهتره. دوباره این انداختم. این کجا اشتباه کرد؟ موقعی اشتباه کرد که اون چیزه رو انداخت رئیسه رو انداخت چیه قول سلطنتی رو. من فشوچه انداختم که خواهی بشیم. هنوز یه ضربه هم بهش نزدم. اینجا که با قول ممنون میکنم اینجا میترکه باید سرعت 1.5 من میذاشتن نذاشتن. اینجا اشتباه شد دیگه بلکن یعنی یه کتنخور به من اضافه داد. قویه اومد نگاه اون چقدر اون کوره خیلی قویه. گلم که میره اینجا نزیم نگاه سومی رو نزد خدای من دقیق نشونه گرفتم نزد بازم. اینو خشم دادم بهش. رسیدم بهش. نه اول کنم ماجرا نیست. اینجا فشفشه نمورد نجاتم داد. همش حواسم به اون قول است. اونو بنداز بالا. تمام دیگه نمیتونی دفاع کنیش.
اینجا با ارتش اسکلت دفاع کردم، مجبور شدم. برو گورتو کن. حروم زاده.